خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بیم تابع پیج لیاوت میخونیم. کدام تاب؟ پیج لیاوت. در پیج لیاوت اول کمان که در پیج لیاوت تاب در 2013 فصل نمو مرجان است. توسط مرجان می توانیم که اشیاء صفحه را انتخاب کنیم، اشیاء صفحه را تغییر و تبدیل کنیم، اشیاء صفحه را زیاد و کم کنیم، اشیاء صفحه را منظم کنیم، مطلب سیت کنیم، ترتیب کنیم. فهمیدی؟ توسط مرجان می توانیم که اشیاء صفحه را زیاد و کم انتخاب کنیم یا زیاد و کم انتخاب کنیم یا تغییر و تبدیل کنیم. خب اینجا یک سوال پیدا میشه که آیا ما مارجن تبدیل میکنیم در مکمل داکومنت تغییر میشه یا در پرزنت پیج؟ وقتی که سیز جور کردی در مکمل داکومنت چی میشه؟ امو سیز انتخاب میشه. ایکوال آر این دی تو شروع کورسپوند انتر F4 در صفحه اول است. اینجا می مارجن نیرو باید باشه. میبینی اشیاء هر طرف اشیاء کم شد یا نشد؟ میخوای که نه اشیاء باید زیاد باشه. اشیاء یا مارجن زیاد شد یا نشد؟ ببین اینجا تایی سه آمد و این طرف تایی اینجا آمد و اینجا ببین تایی سه آمد. ولی اشیاء کم شد یا زیاد؟ این طرف زیاد شد. تا اشیاء را میشناسی، تا لیر اشیاء گفتم میتانی اون تو سایی که نوشته نشد. یک مزاق نارمال یا لاستید یا میررد. میررد به این خاطر مانا وقتی که تو شما میخوای ایرا پرینت کنی میررد به چه قسمی باشه. سایزشان هر کدر تپ بالا 0.3 لیفت چپ 1 انچ باتم 0.4 رایت 4. اینی یک سیستم. ببینی یک صفحه هم چی داره؟ مارجن داره از چهار طرف. امو صفحه برتن گفتم که به این صفحه اپلی نمیتونیم که اپلی کردیم. ما میخواییم که وقتی که اپلی میکنی در مکمل داکومنت چی میشه؟ اپلی میشه. اگر اینجا باز یک کامنت داریم، اگر میخوایی که this selected text طرف همی selected text اپلی میکنی یک مشکل میتونی یا this print forward. استیل باشه دیگه ببینی یک این چار طرف. این استیل ببین صفحه چه قدر به استیل یا به استیل کمان میبینی این چیز مارجن است یا نیست؟ اشکال خود استیلا نیست، استیله مارجن است که کدام سایزش بگیری. بدل خود ما میتونیم که مارجن جور کنیم. از بالا به این مارجن که است از طرف بالا 2.5 اینچ باشه. اینساید داخلی آخش مثال 0.6 باتم 0.5 outside 3 اینچ. میراد باشه دی نارمال باشه. left و right شد یا نشد. صفحه لندسکیپ باشه یا پروتیت باشه اورینٹیشن برات نشان میده. set as default همی قسم برای همیشه میخوای. اب اونجا قسم برای همیشه انتخاب میکنی. آیا این صفحه بوک فولد باشه استیلیشن است، پیج پر شیت باشه یا نارمال باشه. apply to whole document یا selected text یا selected section به whole document بیدا عملی شوا. اوکی پس بیم کستوم
این سیز چی بود؟ مکمل حالاتش شما میتونی که مارجن انتخاب کنی، یعنی طرف بالا بسیار زیاد مارجن داده میخوای که مارجن از طرف بالا کم کنی کم، اینجا بیا تاپ مارجن به چی شود؟ کم شود. مارجن کم شد یا نشد؟ طرف راست زیاد مارجن شیره کم میکنی، اینجا می مارجن به طرف راست ایسا هم مارجن هم چی کردی؟ هم کردی. دکتر باشد Come on, come on. Take your breaks always. یهی خو مارجن بود که از هر طریق اینجا استیلش بود شما می توانستی که مارجن بدل خود از اینجا هم کنترل کنید. این مسیج خو مشکل نیست. یا گیتر پوزیشن است، مثال جی استنجاق که باشه جی برش میمانی طرف کدام طرف است؟ طرف چپ است یا نیست؟ شما میخوایی طرف تپ بالا بید باشه، بالا جی کدام طرف که ورق استنجاق میکنی، یا طرف رایت با طرف راست باشه. اینجا مسافه گیتار است که هر چقدر برش میمانی دیگه. یعنی سلیکت ٹیکس یا عملیتنا باید اجرا شوا، یا سیکشن جور کری با سلیکت سیکشن یا با هول ڈاکومنٹ با مکمل ڈاکومنٹ کلگی ڈاکومنٹ بری تا گراتا پیشا با کلگی ڈاکومنٹ صحیح؟ خب دست سلیکت ٹیکس ما انتخاب کردیم، خب مکملی ورق کسی قسم بیت شوا و دیگر تغییرات که آوردم گفتم که apply to selected text. خب orientation landscape باشه یا portrait، یک دانه باید landscape باشه دیگر باید portrait باشه. ببین دیگر هم landscape کرده میتونی، یہ باید خاص چی باشه؟ portrait باید باشه. فهمیدی؟ landscape و portrait کرده میتوانی. چی باید؟ از صفحه را از لندسکیپ با پروتیت تبدیل کنی یا پروتیت با لندسکیپ میبین. ایره چی است؟ اورنتیشن. این خب در پرینت کار کردیم، این خب میفهمی که پروتیت چی مانا لندسکیپ چی مانا. صحیح؟ صحیح است. سیز بیت صفحه با کدام سیز بیت باشه؟ یک صفحه است برای سیز انتخاب میکنی. ای پاس با آمده بیت پروتیت بیت باشه. سیزش کدام سیز باشه؟ لیگل قانونی سیز، اکزیکیوت A4 سیز هستی نیست. A4 جهانی ستاندرد سیز است. یا E3 که است A4 کده کلان است، E2 که است از E3 کده کلان است. این تو کلان می صحیح. مولا که A5 یا A6 شو ورق چی میشه؟ خورد میشه. این ورق خورد میکنه پاراگراف کدام؟ مارجن خورد میکنه. مارجنه شی ببین کلگی سیز تایی ساها تایی ساها است. این مارجن باید کم و زیاد میکنه، دایی سا هم باید این مارجن فکر میکنه که چی قدر باید مارجن شود. این خودتانا ورق باید باشه، یعنی در سر شیت چند دانه ورق پرینت شود. خورد که شما زیاد پرینت میشه نمیشه، یا کس از کارت جور میکنه دیگه چیز جور میکنه. صحیح؟ اینجا پیپر سایز نارمل A4 پیپر سایز که از A4 8.27 و 11.69. Get it? That's okay. 8.27 که است اینی باید ویدیتی باشه و 11.69 که باشه اینی باید هایت باید باشه. نه خدا بعد اشاره باید مرکب گفته نمیشه. اشاره خو بدار جدا باید بگیم. صحیح
paper source first page other page default try automatically select main try default try اول پیج کې د try به معنی پتنوس سنیس ای به خاطر پرنټر اس ای سورس کې اول پرنټر defaults به ویرا صحیح other page defaults try automatically select یا manually select ये दिगारा बच्चे के सब सेलेक्ट करना अवाल वरक हो के प्रिंट में कर किन जबानी द ट्राई प्रिंटर ऑटोमेटिक रिमिसा दिगारा का ऑटोमेटिक बेलान में करा दिगारा चिकसम मैनुअली या ऑटोमेटिकली वेद भाषा दरीवा वक्त कि शुमा हालात रजूर करी मैनुअली हम बही खातर मैनुअली तो बरश वरक दिजिक में कने उमेगिना ऑटोमेटिकली वरा वरक ऑटोमेटिक चिमी कना दावर و اینی تغییرات کی تو آوردی this point forward full document this section this point forward بدون اینی document بایی بید عملی نشوا دیگه که چه کلر document همی بید یا عملی شوا یا اجرات سرش page this point forward دی پیج بید عملی نشوا دیگه که چه کلر پیج هست بکل یا عملی شد یا نسی ببین اول پیج دا حالات خود است یا نیست اول پیج که هست ببین small size other page color size چرا که ما برش گفتم که this point forward A4 normal size چی قدر است هر جا که شما برسان کد میده برش بگو که ویلیتی هست 8.2 است و هایت که هست 11.69 است این normal size A4 باید یاد داشته باشی فهمیدی در پاراگراف ورد A4 صفحه بیخی ماست است و اینی سیز باید یاد داشته باشی یک نفر باید بگوی شما باید برش هم بگوی که اینی آی پور صفحه بکنم این سیز ستاندرد سیزی پور شما دست تو است کم میکنی زیاد یا؟ یکی 11.69 اگر چی که بگیره ای صفحه تو شد دیگه در داخل که مثالی اتاق هست که شما متر میکنی 3.5 متری طرف از بیرون دیوال دل تعالی که دیوال 20 سانتی چک میکنی یک 100 سانتی چه قدر که میکنی کار دیگه تو است مین دی ببین دی آپشن که قسم دیگه آپشن زیاد میه مین ترای داری پرنٹرز که اگر فکرت میشه چند ترای داره یا داره چند پتنوس داره دیسا مطلب دوسا که تو ورق میمانی صحیح وقتی که شما دی خوبی بین شده کامپیوتر خود تو بری یک داره باشه لیکن کامپیوترش نداره نه کامپیوتر که پرنٹر انستال کنی تغییر میشه ای با مطابق اوپر یعنی انا واسه مستوى اگه نباشه اگه مستوى پرنٹر واسه بیم دیگه چیز به این کاربرد بشه کاربرد اینی است که در ترای ورق که تو میمانی و دیفالتس بگیری یا مینوالی بگیره یعنی کاربردش است اول ورق و دیگه ورق خالی فهمیدی پرنٹ آپشن امی 8 تو 11 که سانتیست اگه اینچ است پوینت نیست چیز اینچ پرنٹ آپشن print drawing created in Word ಇದು خبر د print درس دادم یعنی اینا باید print option داشتم print drawing created in Word چیزا که ड्रा کردی هر چیز که شپ ड्रा میکنی print میکنه print background colors in image background color کی ودی در روز کے پیج color خواندیو print میکنه print document property داخل هر document property هم print میکنه print hide and text اگر text hide باشه او را هم print میکنه پنهان باشه آخر update field before printing اگر field باشه field که برای درس دادیم او ای که چک باشه اگر field code هم باشه که print که واس code میکشه برای هر چی که مطلبش بودو میکشه update link data before printing و لینک که دیتا مثال با لینک است در یک ساعت اگر تا وردی دیگه نه وردی دیگه خو نامد منوال است اگه ای چک باشه در وقت پرینت او
برای تغییر میں اپڈیٹ پیش آتا ہے. اوکے کالم. کالم معنی یک ورق با چندین حصه تقسیم کردن کالم گفته میتوانیم. فهمیدی؟ یا یک داکومنت با چندین حصه تقسیم کردن چی برش گفته میتوانیم؟ کالم. با چند بخش تقسیم کردن ما برش کالم گفته میتوانیم. پیج لیاوت کالمز. ای ورق کی است با چند کالم به تقسیم شود؟ کتابچه قلم شب خوب درس میخوام شرط میزنیم. دو کالم باید باشه. دو کالم شد یا نشد؟ اگه غیر منظم است کنترل پلاس جی جستیفای میشه. سه کالم باید باشه. با طرف چپ باید کم باشه راه زیاد باشه. دو کالم راه زیاد باشه چپ کم باشه طرف چپ زیاد باشه. این کلمات اخبار ساعات زیاد تقسیم میشه. 12 تکسش نه سیز خونچه فرق بگوری. سیز که هر چیزی که تو هر وقت که ریزن میکنی سیز باید ببینی. فهمیدی؟ هر وقت که تو کار میکنی هر وقت مثال یعنی برات با میگم دیزاین کو تو چی میفهمی چه قدر است. اول باید رولر همراه خط کش همراه تو باشه که را ببینی و از اینجا تیپ کنی. سیز معلوم میشه یا نمیشه؟ سیز براتان گفتم یا نگفتم؟ سیز انتخاب کنه اینی سیز است. صحیح؟ ده هر چیزی که هر وقت چیز جور میکنی اول ضرورت که سیزش ببینی. اول ضرور است که سیز باید معلوم کنی با سری او کار مثال شروع کنی که چه قسم باید شود. دی کالم است. یک بخش با چند حصه تقسیم کردن کالم. خو اینی کالم ای رقم مانه میارم ای خو صحیح کالم آمد. آیا یک نفر برات میگه یک صفحه با چند کالم آخری تقسیم کرده میتوانیم؟ چند دانه کالم یعنی آورده میتوانیم در یک صفحه؟ تقریبا در 2010 که بود 13 دانه می آمد که در 2013 چقدر می 13 دانه اینجا می یک صفحه با 13 کالم تقسیم کرده می توانیم. ببین یک حالات است که باید فعلا هر چی باید بفهمی. یک صفحه با چند کالم تقسیم کرده می توانیم؟ 13. زیاده صفحه چند کالم موجود است؟ یک کالم است. آفرین. در یک کالم ما میخوایم که به 3 کالم شود. 3 کالم که میشه اینجا شما تکست نوشته میکنید. در این صورت تکست در کالم نوشته میکنید ما میخوایم در دیگه کالم میرم. در دیگه کنترل پلاس شپ پلاس انتر شارتکتش هست. دیگه را نداره. کنترل پلاس شپ پلاس انتر. یک خوبایی با کالم تبدیل کرده میتونی. دوام رو سایش ببین. خب مثال ما با این کالم والی کار داریم نمیتونیم که بیاریم 20 دفعه که کلیک کنیم. شرکت و کمند اینجا در بریک که بی اینجا چی است؟ کالم بریک است یا نیست؟ و شارتکت است اینی کمند نشان است. بریک کالم بریک. ببین از کالم آخر تا سر رفته میتونه. صحیح؟ مشکل ها نیست. پس ما میخوایم که یک کالم باید باشه. صفحه با یک کالم تقسیم شده. مور کالمز 1 2 3 left و right ای خود درس فهمیدید. صفحه باید به 3 کالم تقسیم شود. right و left باید نباشه. lane between در مابین lane باید باشه. در مابین چی باشه؟
Control plus shift plus enter. Line आवाज है ना? Control plus shift plus enter. अगर पास वही लाइन आवाज नहीं पास साले बकले के पेश. सो तो आवाज बकले का ना वाला. सी columns और the equal باشا و edit نه equal نباشا. spacing در مابینش میشه. اول کالم باید قدر سپیس داشته باشه. کنترل پلاس شیفت پلاس انتر. سپیس داره یا نه؟ کنترل پلاس شیفت پلاس انتر. در اول دو کالم چی موجود است؟ سپیس موجود است. یک قدر سپیس باید باشه. ایکوال آر این دی. کاو شروع کاو بعد انتر. کنترل پلاس هوم کنترل پلاس ای. کالم more columns سه کالم باید باشه equal نباشه ورد اول امی کالمی دویمی باید چی قدر ورد باشه سه زیاد کنیم یا نکنیم پس باید equal شو کلا که مساوی شد نه equal باید نباشه این طرف که spacing است وی که ورد است من کالم مبینی کلام شد یا نشد کنترل پلاس جی justify justify में करा So to start new column lock column more columns full document this equal to آره ببین کار نمیکنه در یک ساحه کنترل پلاس این اگر این رقم یک سوال به سوال آمده بارت میگه که control plus shift plus home control plus bracket ये अवल कॉलम पे चिना शो कॉलम पे ना शो अखबार वाले या किनवान में या ना में रहे ऐसी वाले पैदा को वाले शुमा में खे कि अवल कॉलम ना शो इन जब इंतखाब हम ना करिया अवल कॉलम होना में किंतु से कॉलम ये चिकसम इख्शद نشد تا آخر انتخاب کردی میخوایی که با چند کالم تقسیم کنی کالم وایرید 3 lanes تقسیم میشه نمیشه عنوان اصلا انتخاب نکنیم عنوان بده دیسا هر چی که نکنی انتخاب نکنی دیگر انتخاب کن باز میشه و اگر میخوایی که اینجا اگر این رقم نشد دیگه که دیگه 2003 بود اینی انتخاب کردی قسمی بچی تبدیل میکنی کالم اینجا می selected یا اینجا دیسا همامی چی بارش میگیریم بریک کنتینیو یک سکشن گرفتم یا نگرفتم صحیح در سکشن که گرفتم ما برش میگم که کالم باید به 3 کالم تقسیم شود و this pen forward start new column چند کالم باید بدونی فارورد باید start 3 کالم باید شود او را فارورد کرد یا نکرد او سفر اعلا کرد یا نکرد دیگر را به 3 کالم تقسیم کرد این امراض این رقم در 2003 2007 آفیس نمیشه که شما کلام بالایی را بانی دیگر انتخاب کنید باید اونجا برای سکشن بگیرید دیس پن فارورد کنید برای عنوان جدا بانده میتانی و دیگر تکس جدا
فهمیدی علی؟ کلام آنه اینی رم کار کرد مشکل لکلام استاد دیگه کمان شد اون سنوار اینی؟ و این سنوار اینی؟ نیست میتونم اما کسا چی دارم خواب میشه بود سکشن آیا نیست اینی؟ روشن ست نشون اینی که بردار ویدیت با کالم آمیده که کالم مابینی چقدر باشه کالم سیومی چقدر پراخی داشته باشه و این جمعی داری که در مابین هر کالم چقدر سپیس باید موجود باشه اینجا پایین بده میتونی 6 کالم از 6 تا ندیده می رایت تو لیفت طرف چپ کم است یعنی راست زیاد است تو میگی که نه طرف راست بیت کم باشه چپ زیاد باشه که وقتی که دو کالم باشه خب باز میم با بریک کدام کمند میم بریک the break اول command page break mark the points which one page ends with the next page break توسط پیج بریک می توانیم که صفحه دیگر بیاوریم یا صفحه موجوده را بریک بسازیم بریک معنی به معنی شکستن ما خطا کردن یعنی با دیگه صفحه ورده میتونیم یا اگر دیگه صفحه هر جای که کارسر باشه او را انتر کرده میتونیم پیج برای ما چی میکنه بریک میکنه صفحه موجوده با دیگه صفحه رفته میتوانیم کالم بریک خو بر درس دادیم پیج بریک کنترل پلاس انتر کالم بریک کنترل پلاس شیفت پلاس انتر شارت کټ کنترل پلاس شیفت پلاس انتر کدام بریک کالم بریک و پیج بریک چیست کنترل پلاس انتر کالم بریک یعنی است یعنی چند کالم است سه کالم خب ببین در کالم سه کالم است ما میخوایم در دیگه کالم بریک در کالم دیگه میری با کالم بریک بیت کنی با این کالم میم آورده میتونی نمیتونی کنه به بالا تا که شارتکت یا اینجا کماندش استفاده نکنی نمیتونی که بی تکس رپینگ تکس رپینگ چی است ببین در این ساعت تو آمدی تو برشبهی که اینی سمبول باید باشه خط تبدیل میشه خب پاراگراف مارک می ما میخوایم که عنوانم تبدیل شوه باید پاراگراف مارک نبید ریاکت نه یعنی پاراگراف تبدیل شوه بدون پاراگراف مارک به چی باید مراجعه کنی اینجا بریک تکست رپینگ تبدیل شد یعنی پاراگراف مارک آمد این دیگه پاراگراف است انتر کو عالمیه یس یعنی شما میتونی که در تکست رپینگ لین بریک کنی یا انسرت پاراگراف دیگه پاراگراف بیاری خب بدون پاراگراف مارک صحیح هر وقت که پاراگراف مارک بیامد شما باید از چی استفاده کنید از تکست رپینگ وقتی که از تکست رپینگ استفاده کنی میتونی که با آسانی بیاوری next page section break اساله سکشن ببین شاگردا بسیار مفید است اگر شما معلوماتش دیدی یک داکومنت با بخش تقسیم کردن ما سکشن برش گفته میتوانیم خوبی در سکشن چی است خوبی در اینی است که وقتی که سکشن بریک نکنی نمیتونی که تغییرات بیاوری چه قسم که واترمارک شما 4 ورق یک قسم آوردی 4 ورق دیگه کاری چی بود سکشن بود یا نبود هیدر که ما برات کار کردیم کار سکشن بود یا نبود اول باید یک سهر از سکشن کنی باز میتونی که تو قسم تغییرات بیاوری اول باید یک ساحه چی باشه سکشن باشه ببین
از عکس معلوم میشه اینی عکس دیگه ورق رفتی، اینی عکس کلام آخر با سر رفتی یا نیستی، اینی تکست را پیک پاراگراف بولست بدون بولست انسرت کردی یا نکردی. سکشن بگی نیکست پیج یک ورق یک شکل باشه دیگه باید دیگه رنگ باشه. سکشن است کنه باید یک شکل میتم دیگه شکل میتم. در ورق کانتینیو در ورق موجوده سکشن است. بس تل برایش اپلای میکنی با انتنا با یک سکشن مشخص. صحیح؟ ایون پیج با صفحه جفت رفته میتونیم. 8 پیج با صفحه تاق رفته میتوانیم. تاق صفحه چندمی است؟ 30 شد یا نشد؟ پس بیا 8 تاق 5 شد یا نشد؟ و آگهی جبی ایون جفت 6 پس ایون جفت 8 ایون صفحه چیست؟ جفت 8 تاق کنتینیو در صفحه موجوده هستی شما میخوایی سکشن بریک کنی. ببین یک کامند دیسا هست که زیاد مردم امرش مشکل می بود اکوال آریندی دیسا همه یک سکشن میگیریم. چی میگیریم؟ کنتینیو سکشن هست یا نیست؟ مالا کدام اول سکشن هست یا نیست؟ اگر شما کدام تغییرات بیاری همه خیلی با 3 کلم تقسیم بیت شوا چی برش بگیم؟ this point forward یا بیم this section امی section بیت بسی کلم اگر انتخاب کنی section موجوده بسی کلم شده. ببین در یک ورق چی قدر تغییرات آورده. ببین شاگرده در امو تغییرات شد یا نشده؟ این بالا بسی کلام تقسیم کرده پایین نشد. بدون سکشن اگر انتخاب ببینی را ما انتخاب کرده بدون سکشن. insert کلام 3 کلام میشه. خب اینی حالت در چی موجود نیست؟ در ورژنه پایین موجود نیست. فهمیدی؟ وقتی که را در ورژنه پایین بی به این سیستم برای تقسیم نمیکنه و مکمل صفحه تقسیم میکنه. مشکل دی سکشن جور میکنه. خب ببین ما در سکشن اول هستیم یا نیستم؟ پیچ ما اول هست یا نیست؟ سکشن با دیگه ورق بر دیگه سکشن نو سکشن جور میکنه. در ورق دو رفتی سکشن هم دو شد. یعنی ورق نو سکشن هم بر خوب دفعه که ببینیم باز نبید که مشکل داریم در کنم. پیج صفحه نورده میتونیم در وقت کالمز گرفته باشیم با کالم رفته میتونیم. اکستراپینگ بیرون پاراگراف بدل کرده میتونیم. نیکست پیج سکشن جور کرده میتونیم. در پیج دیگر سکشن جور کرده میتونیم. کنتینیو در پیج موجوده ایون پیج بر صفحه جفت رفته میتونیم. جفت میره و 8 پیج صفحه تاق را جور میکنه. امید سلیم شمید लाइन नंबर ये खाला देखो सवाल ना दरी मशकल लाइन नंबर में खाने जा बेहतरीन मौजू के आस लाइन नंबर आस यको पैराग्राफ नंबर बुद की शमा खान दी के पैराग्राफ की किस्मी मिसाल में तवान सिकत ببین دی اول آمده اگه شما بخوای از این طریق وی با پاراگراف نمبر بود یا نبود. ما میخوایم با پاراگراف نمبر نمیدم پیج هر لین بید نمبر بگیره. لین نمبر در پیج لیا اینجا که بیا کنتینیو لین نمبر شد یا نشد؟ کنتینیو است یا نیست؟ بار کدام لین نمبر جداست. اگه اینجا شما بی برش ریستارت ایچ پیج چند دانه صفحه است؟ 4 صفحه است یا نیست؟ کنترول پلاس ای شما برش بگی لین نمبر باشه خود ریستارت ایچ پیج ده هر پیج به ریستارت شد 36 باز از یک شد. میبینی 36 باز از یک شد. اگر شما ببینی که نه کنتینیو آل جاری است
دیگه رقم 73 جاری است. صحیح؟ خبریان دی خبریان چی گفت از سر شما؟ چرا چیز کنیم دیگر را ببینیم نن نباشه restart each section اینجا section نو گرفتی کالم continue break continue یک section اینجا section دیگر گرفتی چند section داریم CS یا نیست Control plus A restart each section در section سے start یک دو سه نو رفته باز دیگه section تا دا رفته و دیگه section تا خیرش section آلی دیدی که در یک ورق برای section هم جدا باشه suppress from current paragraph دی paragraph استاد سے نیستی در paragraph که استاد سے اینجا suppress کرده میتوانی suppress شده نشد یعنی ختم میکنه suppress بمانه ختم کردن yes yes در paragraph استاد باشه command بعدی از paragraph line option در لاین اپشن این لاین اپشن نیست پیج لیاوت از بخیر در پیج لیاوت میخوانیم بکمال این پارو مارجن خواندیم یا نخواندیم یک لیاوت مانده این در این نوت میخوانیم start new column section بید right to left باشه art page section یا continuous page بید چی شود ایرم دی وقتی که کالم جور میکنی بایی خوانده میشه ما شما که دی دلی نمبر داریم با کدام آپشن کار داریم اینجا که بیم ایرا خود هیدر فودر خوانده میشه که different first page و different art page خب برای درس دادیم یا ندانیم نه خواندی یارا او بگم ما چون اینجا تو نخواندی ببین insert هیدر که بیاری اون چی فرقشان است پیج لیاوت لاین نمبر ببینینی ساهش بود ورتیکالی الیمنت پیج بود خوی را برد هیداری سپریس و چیزا که بعد نبرد این نوت فوت نوت بعد برد درس میتون ضرور آلی ما لاین نمبر کار داریم اد لاین نمبر start از چند بیت شروع شو یک فرام تکست چی قدر دور باشه ای قدر کان به یک لاین بیت شمار کنه ریستارت ایچ پی در پیج به ریستارت شو اوکی از یک شروع شده شما میخینه یک نفر برد میگه لاین نمبر از 100 بیت شروع شو لاین نمبر start از 100 بیت شروع شو یا دایسا همی برشمی که از 100 شروع کردی لاین نمبر count دو لاین بیت به یک نمبر حساب شو از یک بیت شروع شو خود دو لاین به یک نمبر بیت حساب شو یک دو سی امیدی دو چار شش 8 10 12 14 16 امیدی دو لاین با نه دو لاین یک حدد شد صحیح اینی دو لاین دیگه عادت شد دو لاین برد به یک نمبر حساب میکنید نه لاین نمبر خو مشکل نیست این مسیج است باز دیگه باردر است باردر خو نخواندی بس است